سلام، علی سخاوتی هستم و این قسمت 101 پادکست به راه بادیه است و قسمت نهم مزمنت. اگه از مزمن من بپرسین، همونجوری که میدونین چند هفته‌ای تأخیر داشتیم توی انتشار این پادکست به خاطری که من دچار یک چالش حاد بودم و چالش حادم چالش مزمنم رو تحت تاثیر قرار داد. لبم آفت زد و دوتا پشت سر هم، دومی بزرگتر از اولی و هنوزم که میبینید مشکل دارم توی حرف زدن، یکم دردناکه، ولی گفتم دیگه این هفته هر طور شده این پادکست رو ضبط بکنم. از همه بدتر لبخند نمیتونم بزنم. بعد از یک عمر من تصمیم گرفتم بیشتر لبخند بزنم و حالا محدودیت جسمانی دارم. خب مزمن شما چطوره؟ امیدوارم که تمرین داشتین، تمریناتون رو انجام داده باشین و بهتر از قبل به مزمنتون یا بیشتر از قبل به مزمنتون آگاهی پیدا کرده باشین. من که بیشتر آگاهی پیدا کردم. برای اینکه یک مرور خیلی سریع بکنیم، یه خودی هست در برابر یک دیگری و یک جایی در رابطه با یک فرد دیگری یک دیسریگولیتینگ اتفاق میافته و این خود که من باشم احساس و تجربه دیسینتگریشن میکنه و وقتی این تکرار میشه تبدیل به شرم مزمن، یا اگر شرم کلمه سنگینیه براتون، بیقراری مزمن میشه. و این خود که من باشم برای فرار از اون احساس دیسینتگریشن، از اون احساسی که دوباره روی یه طیف معادل نزدیک اون بر طیف مرگ، این سر طیف یکم خجالتی بودن میتونه به نظر برسه، پناه میبره به یه سری کوپینگ مکانیزم، یه سری مکانیزمی که بتونه این سنگینی، این احساس منفی و این نابودی، این کلپس رو تحمل پذیر بکنه. مواد مختلف، رفتار مختلف و چیزهای مختلف که طبیعتا اینا عوارض جانبی داره و دیر یا زود اون عوارض جانبی گریبانگیر فرد میشه. حاصل این فرار گاه و بیگاه فرد از خود واقعیش فاصله میگیره، یه هویت جدید شکل میده و با اون هویت جدید، اون هویت حالا کاذب، فیک، خودش رو به خودش و دیگران و جامعه معرفی میکنه، اون نقش رو بازی میکنه تا جایی که ممکنه و در پس زمینه هم یک انتظاری هست، یه انتظاری برای یک منجی که بیاد این رو از این وضعیت نجات بده و چون این اتفاق نمیافته گهگداری دچار خشم و خروش و عصبانیت میشه علیه خودش، علیه افراد دیگه و این چرخه همینجوری تکرار میشه. از زوایای مختلف میشه چالش مزمن رو تعریف کرد، بهش نگاه کرد و ما یکی دو تا از این زوایا رو بررسی کردیم. از شما خواهش کردم که به خودتون، به تعریفی که از خودتون دارین نگاه بکنین. این خود با یک ممبرین، با یک قشای نیمه تراوا از بقیه چیزا جدا میشه. یه سری چیزا ازش عبور میکنه، یه سری چیزا ازش عبور نمیکنه و از سیبی که میخورید، آبی که مینوشید، سیگاری که میکشید، فکری که به خودآگاهی خودتون راه میدین یا نمیدین، این خود رو تغییر میده و اینها از این ممبرین عبور میکنه، هوایی که تنفس میکنین و این خود دائما تغییر میکنه. و یکی از تمرین ها اینه که حالا
مدیتیت کنین، بشینین در حال راه رفتن، ایستاده، خوابیده، به این فکر بکنین که چه چیزی شما رو از بقیه چیزا جدا میکنه، فاصلتون با بقیه چیزا چقدره، به چه چیزی قطعا اجازه نمیدین که وارد بشه، چه چیزهایی رو دوست ندارین وارد بشه ولی گهگداری وارد میشه، چه چیزهایی دوست دارین وارد بشه و وارد نمیشه، چه درهایی، چه مرزهایی هستش که دوست دارین عبور بکنین و برین اون طرف، از این خودی که امروز هستین فراتر برین، ولی ها جرأتشو ندارین، جسارتشو ندارین، باورشو ندارین، امکانشو ندارین. و احساس محدودیت میکنین. من 3-4 هفته است که دوست دارم این پادکست رو ضبط بکنم، ولی حرف زدن برام دردناک بود. دهنم رو نمیتونستم باز بکنم. میتونستم باز بکنم ولی دردناک بود. هنوزم یکم ممکنه که فکر کنین عجیب یا مصنوعی صحبت میکنم. اینجاست. میتونین توی آینه این قسمت از لباتون رو نگاه بکنین. فرم عجیبیه، مثل گوشه پارچه که در دوخت به هم میرسه، مثل سر آستین و اینا، یک کنجی تشکیل میده اون پوستی که به هم دیگه رسیده. من تا حالا بهش دقت نکرده بودم. یه چیز یه نواخت نیست، یه مثلثی اونجا تشکیل میشه. و شما نمیخواید دیسینتگریت بشین، این ترسناک هم هست، و شما میخواین اینتگریتد، یک پارچگی خودتون رو حفظ بکنین. در نتیجه یه جاییتون رو سفت میکنین، دچار انقباض عضلانی مزمن میشین. اول از همه شونه ها، گردن، اینجوری میکنین. یه جاهایی از پاتون ممکنه که منقبض کنین یا پاتون ممکنه دائما تکون بدین. دستاتون ممکنه منقبض بکنین، حتی توی خواب. فک و دندون قروچه و اینا که در موردش زیاد صحبت کردم. از خودتون محافظت میکنین و این محافظت از خود که در یک موقعیتی به شکل حاد شروع میشه، ادامه پیدا میکنه و مزمن میشه و ناخودآگاه میشه و به همراهش یه سری کارها، یا به طور خلاصه، به طور عمومی اگه بخوام بگم، به همراهش مصرف یه سری چیزا میاد و شما معتاد میشین. اعتیاد در اولا که استیگما داره در موردش حرف زدن، خب یه ذره سنگینی داره، و بعدم شما احتمالاً خودتون رو به عنوان یک معتاد آیدنتیفای نمی‌کنین. هیچ وقت فکر نکردین که شما یک معتاد هستین. شما احتمالاً هرگز لب به سیگار نزدین، لب به مشروب نزدین، چیزای سنگین‌تر مصرف نکردین که من اسم نمیبرم اینجا فعلا، و یه شهروند معمولی هستین که زندگیتون رو کردین تا اینجا، و بعد یه نفر اومده گفته که شما چالش مزمن ممکنه داشته باشین، و بعدم این جدول رو اگر ترسیم بکنین و پیدا بکنین که بین هدفی که دوست دارین بهش برسین و کارهایی که عملاً میکنین یا نمیکنین یه فاصله خیلی زیادی هست که این فاصله رو یک تعهد پنهان در ستون 3 توضیح میده، و
این تعهد پنهان با یه سری فرضیات، با یه سری ایدئولوژی در ستون 4 ساپورت میشه، حمایت میشه و توجیه میشه، کم کم پذیرفتین که اوکی، منم یک چالش مزمن دارم. تا اینجا کلمات راحت‌تر پذیرشش و بعد 1-2 قسمت بعد میرسیم به شرم مزمن و حالا باید اینو حذف بکنیم که ما دچار شرم مزمن هستیم و نه به عنوان یک بیماری، بلکه به عنوان یک حالت، به عنوان یک state of consciousness. به عنوان ظرفی که در زندگی، در کارهایی که میکنیم، در زندگی روزمره، رفتارهایی که داریم، تعاملاتی که با دیگران داریم، کانتنت زندگی ما رو در بر میگیره. به عنوان یک سطح از انرژی، به عنوان یک این خیلی دقیق نیست، ولی به عنوان یک فرکانس، به عنوان یک طول موج که ما روی اون با دنیای اطرافمون ارتباط برقرار میکنیم. در اون تعامل بین خود و دیگری معمولا نگاه به کانتنته، یعنی شما نگاه میکنین که چی رد میشه از اون قشا. من الان یک سیب خوردم، من الان این 2 جمله رو گفتم. ولی اگه عمیق‌تر نگاه بکنین، یک سرعتی، یه فرکانسی، یه انرژی هم داره. آیا من الان غمگین به نظر میرسم؟ آیا بی‌حوصله‌ام؟ آیا یک شرم و خجالتی در من هست؟ اعتماد به نفس کافی ندارم در مورد حرفایی که دارم میزنم؟ و در پس زمینه نگرانم که شما منو چی قضاوت میکنین. این هم بخشی از اون واقعیت اون قشا و تعامل خود و دیگری در 2 طرفه. بخشی از این دینامیک رو تشکیل میده. استیت بدون کانتنت و کانتنت بدون استیت معنی نداره. آره، بعد از یه مدتی رسیدیم به شرم مزمن و خودشیفتگی و اینکه در این سالهای دست و پنجه نرم کردن با چالش مزمن به شکلی از خودشیفتگی دچار شدیم. شیفته و مجذوب و دربند این خودی شدیم که دائما با خودش درگیره. به قول یکی از کلاینت های من میگفتش که یکی باید بیاد خود منو از خودم جدا بکنه. این خود درگیری یکی دیگه از زوایاییه که میشه به چالش مزمن نگاه کرد. و این رو شما کم کم داشتین هضم میکردین که اوکی، یه شرمی هم هست، این شرم مزمن میتونه باشه و یه خودشیفتگی هم حالا منده دارم، نه به شکلی که همه میگن در ادبیات عام فلانی خودشیفته است، ولی این یه ذره خودشیفتگی اوکلاستریه مثلا. و 4-5 هفته هم که آقای سخاوتی اصلا نیومد پادکست ثبت کنه، علیرغم این که چالش مزمنش دیسیپلین داشتن بود و خیلی ما دیسیپلینی نمیبینیم اینجا. و بعد 4-5 هفته هم اومده، حالا میگه که بیاین راجع به اعتیاد صحبت کنیم. و
ته دلتونم یک مقدار این ترس و نگرانی هستش که در آخر این پادکست متقاعد میشین که شما اعتیاد دارین و این وارنینگ رو من از همین ابتدا بهتون میدم. بنابراین اگر دوست ندارین که متقاعد شین آخر این پادکست که شما معتادین، در هر صورت من گفته بودم بهتون. ولی برای اینکه یکم راحت تر بشه موضوع و به اعتیاد شما نپردازیم تو این قسمت، اجازه بدیم به اعتیاد من بپردازیم. من در این چند هفته که گذشت یک چیز جدیدی رو امتحان کردم. یعنی به جای اینکه تست طراحی بکنم و فرضیات جدولم رو به چالش بکشم، یک مسیر دیگه رو امتحان کردم و اونم این بود که اولا این رو بگم که تا اینجای کار خیلی خیلی کمک کننده بوده، خیلی خیلی تاثیرگذار بوده. من همچنان صبح زود هلوش 4:30-5 بیدار میشم، حتی بدون زنگ موبایل. البته شبا خیلی زود میخوابم و که البته خود همونم بخشی از دیسیپلینه و تقریبا اکثر روزا ورزشی رو که مد نظرم بوده میکنم و تقریبا میتونم بگم 100% کارهایی که در ستون 2 نباید میکردم و نمیکنم. کارهایی که باید بکنم هنوز زیر سوال، به اونجا هنوز نرسیدیم. ولی در دست و پنجه نرم کردن با اون کارها به یک شهود، به یک درکی رسیدم، به یک کشفی رسیدم و اونم یک اعتیاد به یک چیزی بود که هرگز فکر نمی کردم من به این چیز اعتیاد دارم و فهمیدم که این در حقیقت اعتیاد اصلی من در 30 سال، بیشتر از 30 سال گذشته بوده از وقتی که یادم میاد و اینقدر بک‌گراند زندگی من بوده، اینقدر بخشی از هویت زندگی من بوده، هویت من بوده که هرگز و هرگز اینجوری بهش نگاه نکرده بودم که من به این معتادم. و وقتی که این جرقش زده شد و از سابجکتیویتی من به ابجکتیویتی رسید و تونستم از بیرون بهش نگاه بکنم و اون 1-2 مرحله اولیه‌ای انکار رو رد بکنم و بپذیرم که آره من به این معتاد هستم، هی بیشتر و بیشتر بر من آشکار شد که واو من چه اعتیادی داشتم توی این سالها. قبلا من بهتون گفتم من خیلی چیزا رو امتحان کردم از جنس سابستنس، ولی خوشبختانه خوش شانس بودم، بدنم خیلی واکنش مثبتی هیچ وقت به چیزی نشون نداده که بمونم باهاش و عمیق بشه اعتیادم باهاش و خیلی زود بدنم پس داده و خودم خسته شدم و اصلا هیچ ارزشی ندیدم در تکرار اون تجربه. تنها چیزی که مدت طولانی مصرف کردم سیگار بود که فکر میکنم 16-17 سال سیگاری بودم و که سیگار داستان خاص خودش رو داره، واقعا یکی از موذی‌ترین، سخت‌ترین و عجیب‌ترین اعتیاداست و البته زمان هم مهم، به نظر من دوره زمانی هم مهمه. هی در سالهای گذشته مثلا اگر شما دهه
50-60 میلادی رو ببینین همه سیگاری بودن، توی هواپیما سیگار میکشیدن و بعد این هی کمتر و کمتر و کمتر شده و فکر میکنم که الان خب خیلی زشتی سیگار کشیدن و عدم پذیرشش توسط جامعه و فرهنگ و اینا خیلی بیشتر از اون زمانی که من این کارو میکردم. البته این توجیه نمیکنه کار منو، ولی یه بخشیش هم میشه گردن فرهنگ و جامعه انداخت. ولی در هر صورت یکی از چیزایی بود که من از بیقراری مزمن خودم، از شرم مزمن خودم بهش پناه میبردم و قاعدتا هم وقتی شما 17 سال یا همچین چیزی رو استفاده میکنی چیزی به جز اعتیاد نمیشه بهش گفت. منتها این اعتیاد اصلیم به هیچ وجه نبود. اعتیاد اصلی من در 30 و چند سال گذشته، در 40 سال گذشته حتی میتونم بگم، از اوایل نوجوانی، اعتیاد به ایده ها و کانسپت ها بود. من مثل هروئین ایده تزریق میکردم. شما اگه از نزدیک با من معاشرت داشتین در 20 سال گذشته، نیم ساعت، 1 ساعت اگه با هم دیگه معاشرت کردیم، حرف زدیم، یا 3 ساعت، من در یک حبابی از ایده، در یک های بودنی از 1-2 تا ایده داشتم با شما صحبت میکردم و این ایده هامو با پشن به شما دلیور میکردم بدون این که متوجه باشم اصلا شما کی هستین، چی هستین، چه شکلی هستین، صداتون داره چی میگه، بدون که به شما گوش بدم، به شما نگاه بکنم. یا از یه ایده های بودم یا های بودنش گذشته بوده و خمار یه ایده دیگه بودم. اینقدر اعتیاد من شدید بود که بعضی از این ایده ها سالها عمر، وقت، انرژی، منابع من رو در خودش غرق کرد. بعضی از اینا ایده های بیزنس بود، من براشون فاند ریس کردم، بیزنس شروع کردم. سوء تفاهم نشه، من نمیگم که ایده چیز بدیه و ایده پردازی چیز بدیه، به هیچ وجه. من دارم اعتیادم رو به این چیز میگم و اینکه چجوری من از این استفاده میکردم. ایده مصرف میکردم که های میشم، ایده مصرف میکردم که از اون شرم مزمن خودم فاصله بگیرم و بتونم دیل بکنم با اون تجربه دیسینتگریشن. و کتاب بعد از کتاب، مدل بعد از یه مدل دیگه. حالا این ایده بعضی وقتا ایده بیزنس بود، بعضی وقتا ایده فلسفی بود، بعضی وقتا ایده کشاورزی بود، ایده سبک زندگی بود. و ردپای این رو شما در تمام تصمیمای من، در تمام کارهای من، در تمام بودن من میتونیم ببینید. و وقتی که من به این آگاه شدم، مثل یه شوک بزرگ بود، مثل یک ضربه خیلی سهمگینی بود که گفتم واو. و در همون روزایی که داشت این اتفاق می افتاد، من همزمان با 5 تا ایده توی ذهنم داشتم دست و پنجه نرم می کردم، اینا رو دیولوپ می کردم از یه ایده به یه ایده دیگه. مهم نیست که شما چی مصرف میکنین، اگرچه که یه جاهایی خب مهمه مسلما. اگر که من به جای ایده شیشه مصرف میکردم، سرنوشت خیلی تلختری رو دچارش میشدم.
بنابراین در این سطح و در این نگاه مهمه. من خیلی خوش شانس بودم که به جای هروئین یا شیشه به ایده و به کانسپت معتاد شدم و اعتیاد به ایده و کانسپت من رو از واقعیت، از جایی که بودم، از زمان و مکان خودم و از بدن خودم، از امبادیمنتم دور میکرد. منو میبرد به یه جایی که اینجا نبود، چون اینجا نمیخواستم باشم، چون اینجا تجربه دیسنتگریشن داشت. اینها رو الان میگم، اون موقع همچین توضیحی نداشتم، اون موقع همچین نگاهی نداشتم، اون موقع این کار سابجکتیویتی من بود و بدون اینکه بدونم و بفهمم این کار رو میکردم. خب من فهمیدم که به این اعتیاد دارم. بعدش چی؟ آیا اول بذار اینو بگم، آیا کل این داستان چالش مزمن و این حرفایی که من توی این پادکست میزنم هم یه ایده دیگه است، یه کانسپت دیگه است که من دارم بهش فرار میکنم برای اینکه از واقعیت خودم دور شم؟ این سوالو شما حق دارین که بپرسین و جوابش رو هم حق دارین که بگین آره همینطوره و منم هیچ دفاعی از خودم ندارم. منتها اگر شما این سوالو نپرسین و من همینجوری بخوام بگم، چون این سوالو من خودم از خودم پرسیدم و جواب این بود که حتی اگر اینجوری باشه، این داره به من کمک میکنه. این متد و این مسیر و این سفر داره به من کمک میکنه که این نقاط کور رو روشن بکنم. و ایده هایی هم که من در 30 سال گذشته داشتم و براش وقت و انرژی و زحمت گذاشتم، اتفاقای بدی نبوده و الان بابتش پشیمون نیستم. بخشی از سفر رشد من بوده و اینها رو از بابت ندامت و پشیمانی و اینها نمیگم. این چیزی که هست، این واقعیتی که اتفاق افتاده و الان من به اینجا رسیدم. همونجوری که واقعیت شما در چالش مزمن شما در سالهای گذشته اتفاق افتاده و شما الان اینجا هستین و ممکنه که این مدل و این حرفا و این ابزار به شما کمک بکنه که از دل اون تاریکی یه چیزی بکشیم بیرون و یه نوری بهش بتابونیم. این از این. بعد میرسیم به این که خب حالا فهمیدی که معتادی، چیکار میخوای بکنی؟ چجوری میخوای ترک بکنی؟ ترک کردن کار آسونی نیست و روش‌های مختلفی هم برای ترک هست، همش هم 100% جواب نمیده. ترک شیشه و تریاک و هروئین و الکل و اینام نیستش، یه عالمه در موردش متد باشه. ایده پردازی و کانسپچوالیزیشن رو شما چجوری میخوای ترک بکنی؟ من مدت هاست که بدون اینکه خودم بدونم چرا یه رابطه خاصی با پدیده اعتیاد دارم. فکر کنم که تو قسمت قبلا بهتون گفتم با اشاره به اون کتاب کویتر خانم اریکا بارنت و مدیتیشن، اینا رو یه جورایی میشه یه شباهت‌هایی بهش پیدا کرد و شباهت و اون نقطه مشترکی که
به نظر من این دوتا رو به هم دیگه نزدیک میکنه رگولیشنه، سلف رگولیتینگه. شما به عنوان سلف، به عنوان هر چیزی که فکر میکنین شما هستین و حالا مثلا پوستتون سطح آخریه که شما تمام میشین و به بقیه چیزا و به آدر میرسین، به دیگری میرسین. یکی از کارهایی که میتونین بکنین اینه که برین توی اتاق، توی غار، توی جایی بشینین و مدیتیت بکنین و میزان چیزایی که رد و بدل میشه رو به حداقل برسونین. اکستریم رگولیشن. حالا این اکستریم رگولیشن رو اکستریم تر هم میتونین بکنین دیگه. اگه برین توی قاری توی هیمالیا، یه درجه از اکستریم بودنه. اگه توی اتاقتون بشین، در رو ببندین، یه درجه. اگر که در حین راه رفتن توی پارک مدیتیت بکنین، اونم یه درجه دیگه است. اگه تصمیم بگیرین که فقط غذاهای گیاهی بخورین توی اون مدت، یه چیزه. اگه تصمیم بگیرین اصلا تو کل اون 5 روز، مثلا اگر دوره ریتریتتون هست، روزه بگیرین، هیچی نخورین، یه چیز دیگه است. ولی به هر حال یک درجه ای از افراط، اکسترمیتی در رگولیشن رو انتخاب میکنین و دریچه ها رو یکی بعد از دیگری به دنیای بیرون میبندین. حتی میتونین چشمتون هم ببندین. بعضی ها میرن تو تاریکی مطلق، بعضی ها میرن توی یه تانکایی هست مثل یه وان بزرگ میمونه که در ایناش کاملا بسته میشه، بهش میگن سنسوری دیپریویشن. اپسوم سالت زیادی داره و شما روش معلق میشین، یعنی حتی جاذبه زمین رو بدنتون حس نمیکنه. کاملا تاریکه، کاملا سکوته. من چندین بار تجربه کردم و شما یه ساعت و نیمی اونجا تمام سنساتون رو از دیتا، از اینفورمیشن آری میکنین. این طرف داستان با اعتیاد، بسته به اینکه چی مصرف بکنین، یه دریچه رو کامل باز میکنین. حالا اون دریچه میتونه الکل باشه، میتونه اوپیوید باشه، میتونه متامفتامین باشه، میتونه ایده و کانسپت باشه. و مثل یه شاهراهی در هر زمانی که لازم میدونین، اون چیزی رو که مصرف میکنین به محض اینکه state of consciousnessتون احساس خماری میکنه و میره پایین، این دریچه باز میشه و ماده مورد مصرف میاد تو، شما مصرف میکنین و این میره بالا. و همون جوری که یه بار براتون توضیح دادم، این بیسلاین تغییر میکنه. وقتی بیسلاین میره بالا، سیستم عصبی این رو پوش میکنه پایین به عکس جهت و شما باید بیشتر مصرف بکنین و خماری بیشتر میشه و کمتر های میشین و داستان اعتیاد. ولی چیزی که هست، چیزی که مشابه با مدیتیشن، اینه که شما دارین یک شکلی از رگولیشن رو در رابطه با دیگری، رابطه خودتون با دیگری به معنای هر چیزی که شما نیست. و گفتم که این در حقیقت بیس اسپریچوالیتی من رو، درک من از اسپریچوالیتی رو در حقیقت تشکیل میده. آگاه هم به این که من یه خودی دارم و بعد یه چیزی هستش که همه چیزاست منهای من و من در رابطه با اون خیلی بیشتر از اونش که بدونم و بفهمم تغییر میکنم. تعاملاتی داریم، یه چیزایی وارد من میشه و یه چیزایی از من وارد اون میشه و اون قدایی هم که من فکر میکنم
یا فکر میکردم من از اون جدا نیستم. و تا اینجا باعث میشه که من حداقل یک اکنالجمنتی داشته باشم از یه چیزی که من نیست، من ازش جدا شدم، جدا نه به معنای سپریت، من ازش مجزا شدم، دیستینکت شدم، تفکیک شدم، دیفرنشییت شدم در فرایند رشد که ترکیبی از دیفرنشیشن و اینتگریشنه. و حالا دارم این دیفرنشیشن رو اینجوری زندگی میکنم و حاصل این تجربه دیفرنشیشن در یه جاهایی تجربه دیسینتگریشن بوده و باهاش شرم مزمن اومده و حالا برای اینکه با اون دیل بکنم معتاد شدم و به اینجا رسیدیم و این سوال رو مطرح کردیم که خب حالا چجوری ما این اعتیاد رو ترک بکنیم. دوستان معتاد که در سالها دهه‌ها قبل با پدیده اعتیاد دست و پنجه نرم کردن و بالا پایین این پدیده رو دیدن، با اعتیادهای سخت‌تر و خانمان سوزتر و کشنده تر. بعید میدونم اعتیاد من کشنده باشه، ولی اعتیاد به الکل کشنده است. یکی از این دوستان یک روشی رو ابداع کرده 60-70 سال پیش به نام 12 قدم یا الکهولیک انونیموس AA که بسیار شناخته شده است، حتما دیدین. تو این پادکست من ممکنه بهش اشاره کرده باشم. در اون کتاب کویتر خانم اریکو بارنت بارها بهش اشاره میکنه. به کمک همون روش در نهایت ترک میکنه. و من قبل از اینکه به این اعتیادم پی ببرم فکر میکنم مثلا حدود قبل قسمت قبلی بود، یه ماه و نیم قبل بود، مدت ها میخواستم من یه دونه از این جلسات AA رو برم ولی نرفته بودم. و یه سری جلسه دارن که بسته است، یعنی فقط کسایی که الکلی هم میتونن برن. یه سری هم جلسه باز دارن و من یه جلسه باز پیدا کردم و امیدوار بودم که مثلا این جلسه آنلاین برم و شلوغ باشه و من بدون اینکه خودم معرفی کنم خیلی ساکت بشینم و ببینم و اینا. ولی یه روزی بود که فکر میکنم هالووین بود و به حال یه مراسمی بود که خیلی خلوت بود. تو جلسه فقط 4 نفر بودن و من نفر 5 بودم. بنابراین دیگه باید ویدیومو روشن میکردم و خودم معرفی میکردم و گفتم که من الکلی نیستم و اگه اجازه بدین، چون میدونستم این جلسه بازه، این افتخار داشته باشم که اینجا حضور داشته باشم و ازتون بشنوم و یاد بگیرم. یه ذره عجیب غریب بهم نگاه کردن ولی چیزی هم نگفتن، چون رسم جلسات بازه دیگه. و تو اون 1 ساعت تمام چیزایی که توی کتابا، توی داستانای اعتیاد خونده بودم، واقعا توسط 4 نفر آدم زنده که حضور داشتن تو اون جلسه گفته شد که یه رسم و رسومی هم داره، یه ریچوالی هم داره دیگه. یه جوری شروع میشه، خودتو معرفی میکنی که من فلانیم، الکلیکم، این تعداد روز پاکم، داستانم این بود. و بعدم یه سری چیزایی که مثلا هفته قبل اتفاق افتاد. یه نفر بود که رفته بود یه جایی مثلا میخواست چایی بخره و بعد اون منطقه‌ای که رفته بود یه عالمه بار بود، از جلوی این بارا رد شده بود و تونسته بود خودش رو کنترل کنه و نره توی این بارا و این براش به حال یه دستاوردی بود. و داستان تلخیه، داستان تکون دهنده‌ایه که شما یه آدم میبینین که رد شدن از جلوی یک بار براش دستاورده، براش یه ارزشه و این زندگیش به اینجا رسیده.
این این بود. و یه اتفاق خیلی معجزه‌آسا، یه کوینسیدنس خیلی عجیب غریبی هم که اتفاق افتاد این بود که چند روز قبل از این که من به اعتیادم پی ببرم، یک کتاب دیگه در زمینه اعتیاد خیلی اتفاقی واقعا بر من نازل شد. این کتاب توی پیج اول آمازون این کتاب رو دیدم و دیدم که نویسنده این کتاب الیزابت گیلبرته. الیزابت گیلبرت نویسنده ایت پری لاو، اگر اون کتاب رو خونده باشین یا فیلمش رو دیده باشین. خب خیلی معروف شد به خاطر اون کتاب. من فکر میکنم مثلا 2006-07 اینا بود که تازه آیپاد گرفته بودم و خیلی کتاب صوتی و پادکست گوش میکردم و یکی از کتابای صوتی که با صدای خود نویسنده اون زمان گوش کردم ایت پری لاو بود که خیلی برام کتاب جذابی بود. خودش هم خیلی خیلی قشنگ کتاب رو میخوند و اینکه این سفر ترانسفورمیشن و استیجای مختلف سفر این آدم که قسمت ایتالیاش و بعد قسمت هندش و بعد قسمت بالیش که اونجا عاشق میشه و ازدواج میکنه خیلی جذاب بود. برای من از همه جذابتر اون قسمت دومش بود که میره توی آشرام و مدیتیت میکنه. و همزمان با این کتاب من کتاب نیو ارت اکارت تولرم داشتم گوش میکردم، باز با صدای خودش، منتها اون یه صدای خیلی مونوتون و بورینگی داره ولی کتاب خیلی جذاب بود. و این در حقیقت مقدمی بود به حالا آشنایی میتونیم بگین، به ورود میتونیم اسمشو بذاریم، یا یه جرقه‌ای به این شکل از اسپریچوالیتی فراتر از اشعار حافظ و مولانا و اینها و بعد یک بستری از خداگریزی، دینگریزی و هر چیزی که شکلی از دین و مذهب و اینها داشت که در مثلا یک دهه قبلش دیولوب شده بود در من. و بعد حالا کم کم به خودم اجازه میدادم که یک شکلی از اسپریچوالیتی، یه سری از کانسپت های اسپریچوال از این قشر وارد بشه. اگرچه که این کتابو من گوش کردم، کتاب نیو ارت اکارت تولر رو میگم، و بعدم گذشت و رفت و بعدش هم مثلا رفتم کتاب The Power of Now شو خوندم و اینها، ولی به جرئت میتونم بگم که خیلی این میخ آهنین در این سنگ کانشسنس در اون زمان فرو نرفت. ولی اون قسمت مدیتیشن در آشرام ایت پری لاو الیزابت گیلبرت خیلی جذاب بود و خیلی دوست داشتم که اون اسم اون آشرام رو مخفی نمی‌کرد و من میرفتم هند، اگرچه میتونستم یه جای دیگه برم و نرفتم. و بعدن که یه سفر کاری رفتم هند، این ایده و این آرزوی این که به هر شکلی من برم هند و یه جایی یه ماه بمونم کلا این حباب ترکید. ولی این سفر ترانسفورمیشن، این که از یه رابطه میای بیرون، در من حک شد و سالها بعد از خوندن این کتاب وارد یه رابطه شدم که در اون رابطه احساس بدبختی میکردم و بعد از چند سال اون رابطه اومدم بیرون و بعد به یه سفری رفتم و بعد یه ماهی در یه تمپلی موندم و خیلی هم اونجا مدیتیت نکردم و خیلی هم ترانسفورمیشن اتفاق نیفتاد. الیزابت گیلبرت بعد از این کتاب یه کتاب دیگه هم نوشت به نام کامیتد، با اون مردی که در
بالی آشنا شده بود و باهاش ازدواج کرده بود، یک کتاب نوشت کامیتد که کتاب خیلی جذابی نبود. من بیشتر از 30-40 صفحه اولش رو نتونستم بخونم، ول کردم و دیگه الیزابت گیلبرت هم فراموش کردم. رفتم سراغ ایده ها، کانسپت ها، کتابای دیگه، تا اینکه همین یه ماه و اندی پیش یه دفعه دیدم یه کتاب از الیزابت گیلبرت و بعد رفتم ریویوهاش خوندم، دیدم که خیلی ریویوهای خیلی تند و تیزی داره و همه میگن که کتاب خیلی تکون دهنده است و کتابو شروع کردم به خوندن. واقعا نتونستم بذارم زمین. از وقتی که کتابو شروع کردم به خوندن به جرئت میتونم بگم که از چندین جهت شاهکاره. ولی امروز نمیخوام در مورد این کتاب با شما صحبت بکنم. کتاب ماجرای عاشق شدن دوباره الیزابت گیلبرت و جدا شدنش از اون مرد است و ازدواجش با یه زنیه. اون زن یه معتاد در حقیقت سابقه که اعتیادهای خیلی سخت مثل هروئین و اینا رو گذاشته کنار و بعد این در رابطه با اون به اعتیاد خودش پی میبره و اون زن به خاطر سرطان میمیره و این علاوه بر سوگ عشقش به ترک اعتیادش هم میپردازه. این کتاب سراسر AA و NA و 12 قدم و این هاست و من که تازه داغ بودم با دیگه، قبلش هم که اون کتاب کویتر رو خونده بودم، بسیار داغ بودم با این ماجراها، گفتم که بذار یه بار حداقل اون قدم اولش رو امتحان بکنیم ببینیم چجوریه. الان که من فهمیدم یه اعتیادی دارم و یه روشی هم هست و روشی بهتر از اینم فعلا من سراغ ندارم و اجازه بده این کارو بکنیم. قبل از اینکه بگم چی کار کردم این رو هم یادآوری بکنم که در این ماجرای چالش مزمن و تجربه سلف دیسینتگریشن، حالا بسته به اینکه کجای اون طیف شما قرار بگیرین، کم کم عدم اعتماد به وجود میاد. اعتماد شما روز به روز نسبت به اون دیگری، نسبت به اون کل، حالا میخواین اسمشو خدا بذارین، اسمشو کائنات بذارین، اسمشو یونیورس بذارین، اسمشو زندگی بذارین، اعتمادتون کمتر میشه و اعتمادتون به خودتون هم کمتر میشه و علاوه بر این اعتمادتون به اینکه یه روش دیگه ای هم، یه چیز دیگه ای هم امتحان بکنین برای بیرون اومدن از این چالش کمتر میشه، چون تا حالا روش‌های زیادی رو امتحان کردین. و بی‌اعتمادی، نداشتن، تاکید میکنم اینجا اعتماد ترجمه تراست که اعتماد خیلی ترجمه مناسبی نیست. اعتماد ترجمه بهتری برای کانفیدنس و اینا تفاوت قابل ملاحظه‌ای داره که من اینو توی مطلب روی وبلاگم چندین سال پیش به وضوح سعی کردم شرح بدم و خودم بهتر بفهمم. تراست واژه بهتری براش ایمان هست، ولی از اونجا که ایمان ممکنه که یه سری فرضها و تعاریف دیگر رو القا بکنه در مخاطب، من فعلا اعتماد رو استفاده میکنم. بنابراین شما در پس زمینه در اثر تجربه چالش مزمن اعتمادتون هم کمتر شده به دیگری و به خودتون و به همه چیز. با علم به این و با اکنالج کردن این که من اعتماد زیادی ندارم و در سالها و دهه‌های گذشته زندگیم به اشکال مختلف بی‌اعتمادی نشون دادم، با تلاش برای این که خودم
همه چیز رو، همه مشکلاتم رو حل بکنم، همه شرایطم رو کنترل بکنم، با علم به این تصمیم گرفتم که به این متد حداقل قدم اولش اعتماد بکنم. قدم اولش هم اینه که شما تسلیم میشی، شما میپذیری، دیکلر میکنی، بیان میکنی با صدای بلند که من علی هستم در برابر این اعتیاد. حالا الکل در کیس من ایده و کانسپت، ناتوانم. ناتوان بودن تو در برابر اون اعتیاد اعلام میکنی. این بهتره در یه جمعی باشه، یا حداقل به یه فرد دیگه ای باشه، یا اگر نیست با صدای بلند باشه. من فکر میکنم که اگر تمرینی، اگر پرکتیسی، اگر هومورکی از توی این اپیزود میاد بیرون، خود شما میفهمین که دیگه چی کار باید بکنین. من دیگه نمیگم که مثلا بشینید اعتیادتون رو بنویسین و ببینین که چی مصرف میکنین. با خودتون صادق باشین، شجاع باشین، ببینین که برای دیل کردن با این تجربه سلف دیسینتگریشن از این قشا چی دیسریگولیتد وارد میشه و خودتون میتونین بفهمین که به چی معتاد هستین. ممکنه که اگه این اعتیاد مثل اعتیاد من خیلی مشخص نباشه کم کار ببره، ولی میفهمین. اگه بخواین میفهمین، پیداش میکنین. نه که میفهمین، پیداش میکنین. و بعد روی کاغذ مینویسین که من به این اعتیاد دارم، در برابرش ناتوانم. ناتوان ترجمه پاورلسه. و حتی اگه به کسی نمیتونین بگین، جایی که هستین با صدای بلند بگین چند بار. این میشه بیس دیتاکس شما، بیس سمزدایی شما، سنگ اولش، سنگ زیرینش. و بعد من شروع کردم دیتاکس. هر اعتیادی که بخواین ترک بکنین اولش باید سمزدایی کنین دیگه. اولش به شکل رادیکالی سیستمتون رو، بدنتون رو، ذهنتون رو از اون چیز پاک بکنین. اجازه ندین وارد بشه. اون دریچه رو ببندین. اون قسمت از قشای نیمه تراواتون رو که اون چیز، حالا ماده است، فکر، هر چیزیه، رفتار، وارد میشه، وارد نکنین. و شما که قبلا تمرین کردین، شما که قبلا نشستین و حالا یا حس کردین یا فکر کردین یا تجربه کردین که یه دیگری هم هست اون بیرون و شما با یه قشایی باهاش تعامل دارین، اون رو پذیرفتین، حالا دارین به اون میگین که ببین، من از دست من کاری بر نمیاد. من این راه ها رو امتحان کردم، سعی کردم این دریچه رو کنترل بکنم، سعی کردم که به وضعیت خودم مسلط باشم، ولی نمیتونم. من ناتوانم. خودت هر کاری میکنی بکن. و بعد نیت میکنین، تصمیم میگیرین که از اون چیز پاک بشین و به هیچ شکلی، به هیچ میزانی، به هیچ اندازه‌ای اون چیز رو مصرف نکنین. در کیس الکل اینا رو باید ببرن یه، فکر میکنم 5-6 روزی یه جایی بخوابونن، به خاطر اینکه خطرناکه توی لول‌های بالای
الکلی بودن و ممکنه دیهایدریت بشن، بمیرن و اینا، بهشون مایعات و چیزهای مختلف تزریق میکنن، تحت نظرن، علائم حیاتیشون رو زیر نظر دارن. فکر میکنم اعتیادای مواد هم چیزایی که سخت میشه این مدلیه، باید زیر نظر باشن. ممکنه سکته بکنن، ممکنه که اتفاقی به قلبشون وایسه، یه جای دیگه از بدنشون کار بیفته. ولی شما چون این مسائل رو ندارین، خوشبختانه مثل من، میتونین تصمیم بگیرین، میتونین به خودتون قول بدین که اون چیز رو که در کیس من ایده و کانسپت بود مصرف نکنین. و من نمیخوام بگم در کمال ناباوری، با بدبینی 50-50 باور 50 ناباور گفتم دیگه این کارو میکنیم دیگه، و شروع کردم به دیتاکس ایده و کانسپت. یکی دو روز اول خیلی چیز خاصی نبود و مثل یه تعطیلات، مثل یه آخر هفته اینا بود و گفتم ایده ای رو دیولوب نمی کنم، کانسپتی رو نمی پردازم، کانسپچوالایز نمی کنم. و بعد روز سوم چهارم خماری، کریوینگ شروع شد و اینو اقراق نمی کنم، دروغ نمیگم، اگرچه که مسخره است بگی آقا من دروغ نمیگم، دارم راستشو میگم و فکر نمیکنم من تا حالا اینو توی این پادکست گفته باشم. خودم الان سورپرایز شدم که اینو گفتم. ولی چقدر این چیزی که دارم میگم به نظر خودم حتی عجیب غریبه که سیستمم ضروری دید که به شما بگم دروغ نمیگم. آره واقعا حس خماری داشت و من میدونم حس خماری چیه. و این از اونجا به بعد چند روزی درگیر بودن با خماری بود. بدنم نمیخوارید، ولی هر خماری که خارش نیست، خارش بدن، یه کریوینگ، یه تشنگی، یه بی‌حوصلگی و یه بیقراری عجیبی که شما فقط و فقط اونو میخوای، اون چیزی رو که مصرف میکردی، به هیچ چی دیگه فکر نمی کنی. و خیلی بیشتر از همیشه احساس اینسکیوریتی میکنی. یکی دیگه از چیزایی که یعنی از کلید واژه هایی که در چالش مزمن استفاده میشه اینسکیوریتیه. من خیلی آدم اینسکیوری هستم، اینو من به خودم و به خیلی بارها گفتم. احساس اینسکیوریتی میکنم، احساس میکنم که همین الان ممکنه یه فاجعه اتفاق بیفته و به دقیقه بعد نرسیم و این اشکال مختلف، ظواهر مختلف، تجلی‌های مختلف داره. بچه که بودیم مامانم برای من و برادرم خوراکی می‌خرید، فکر می‌کنم هفتگی یا ماهانه، چیزی که بهش میگن اسنک این روزا. و من خوراکیامو یکی دو روزه می‌خوردم. برادرم نه که نمیخورد، بلکه مثلا خوراکی‌های این سایکلش رو میتونست جمع کنه با سایکل بعدی میکس بکنه، حتی مثلا 2 سایکل نگه می‌داشت و این واقعا منو آزار میداد، به خاطری که ما یه قفسه پلاستیکی، یه ظرف پلاستیکی 2 طبقه داشتیم که یه طبقهشون بود، یه طبقهش من، و ظرف من همیشه خالی بود، ظرف اون همیشه پر بود و
منم هیچ وقت جرئت نمی‌کردم که به خوراکی‌های اون دست بزنم. عواقب دردناکی داشت. و بعد این گذشت ما بزرگ شدیم در تمام مسیر زندگی من اگر چیزی میخواستم، اگر ایده‌ای داشتم، آرزویی داشتم، یا به طور خلاصه چیزی میخواستم، یا باید همون لحظه، همون روز، حالا همون هفته، بسته به سایز اون خواسته اتفاق میافتاد، یا اینکه اصلا اتفاق نمیافتاد، اصلا معنی نداشت. پسنداز، سرمایه گذاری، برنامه ریزی، هدف 2 سال دیگه، اینکه من این کارا رو بکنم، مثلا 10 سال دیگه به اونجا میرسم، اصلا قابل فهم نبود تو سیستمم. میدیدم توی کسای دیگه، ولی کاملا ایلین به نظرم میرسید. فکر میکنم اینا از یه کره دیگه اومدن. اصلا نمیتونستم بفهمم که چجوری یه نفر میتونه یه مسیری رو بره که 5 سال دیگه، 10 سال دیگه بهش برسه. من حتی اگه زمین میخواستم بخرم، خونم توش بسازم، باید 3 ماهه این اتفاق میافتاد، حتی کمتر. حالا اینکه بعداً 5 سال طول میکشید یه ماجرای دیگه است. اون مواجهه با واقعیت بود. ولی ایده‌ای که تو ذهن من بود، چیزی که جوری که من با دنیا تعامل میکردم، اینجوری بود. و خیلی طول کشید که اخیراً بفهمم که این با یک کلمه عجول بودن توضیح داده نمیشه. این یک شکل از اینسکیوریتی خیلی خیلی اکستریمه. و اینسکیوریتی به نوعی یه شکلی از state of consciousness جنرالیه که خیلی چیزا رو در بر میگیره، از جمله اون شرم مزمن. اون در حقیقت آستانه فروپاشی، آستانه حس دیسینتگریشنه. دوباره اینم شما میتونین روی یک طیف بذارین، ولی به طور کلی همینه. این خود در رابطه با دیگری بسته به این که چقدر، با چه فرکانسی، با چه تکراری به اون لبه حس دیسینتگریشن میرسه، میتونه بگه که من اینسکیور هستم. آره، خلاصه من تصمیم گرفتم که اعتماد بکنم به این روش و دیکلر کردم که من معتادم، ناتوانم در برابر این، و نیت کردم که به کمک نیرویی که بزرگتر از منه، من فقط میدونم که هست، به خاطر اینکه هستی که یه تعاملاتی با هم دیگه داریم. اون سیب از کجا میاد من میخورم، این آب شمایی که دارین به این پادکست گوش میدین. بنابراین یه چیز خیلی بزرگتری اون بیرون هست. کشور نیکاراگوآ، ریشته کوه هیمالیا، اون غاری که خانم تنزین پالمو توش مدیتیت کرد 12 سال، خانم الیزابت گیلبرت. و این کتابش، اسم کتابه هستش All the way to the river. و این کتاب یه عالمم شعر نوشته بین فصلهای این کتاب و این شعرها یکی از یکی زیباتره و گویی که روح مولانا از جسم این خانم اومده بیرون
یه ساعتایی و با حافظ و مثلا شاعرای خیلی خفن دیگه که من میشناختم میکس شده و نه اینکه حالا بخوام به قدرت نوشتن الیزابت گیلبرت رو دیسکردیت کنم و شعرها فوق العاده قویه، اصلا دیواینه. و یکی از این شعرها منو تکون داد، یکی از این شعرها واقعا قبضه کرد روح منو و تصمیم گرفتم، خیلی وقت هم هست براتون شعر نخوندم، این شعر براتون بخونم. اسم شعر هست خدا به داد خماری من میرسد. چیزی نیست که تو احساس کنی و در آغوش من نگنجد. بگذار وقتی دست و پا میزنی تو را در سکوتی مقدس در برگیرم. بگذار در میان خشمت تو را در راز بی‌نهایت خودم پناه دهم. چه شده که گمان میکنی از ناله هایت خسته میشوم یا که دردت دورم میکند؟ انگار که میتوانی برای من زیادی باشی، انگار میتوانی مرا برنجانی یا بیش از حد از من بخواهی. وقتی همه جا هستم جایی بهتر از اینجا ندارم. وقتی همه چیز هستم کاری بهتر از این ندارم. پس چیزی رو از من پنهان نکن. هر ذره از گوهر وجودت از آن من است، از جمله شرمهایت، غم سرگذشتت و 1001 جور اعتیادت. اما حالا باید همه‌اش را در آتش بیاندازی و مستقیم به سوی صدای من قدم برداری. فرزندم، هرچه را لازم است حس کن، اما مرا هم حس کن در این کوره بیامان. مرا هم حس کن. و این شعر یک انگیزه، یک قدرت، یک ایمان، یک باور عجیب غریبی به من داد که من میتونم این اعتیاد رو ترک کنم. اعتیادی که 30-40 سال از زندگی من رو شکل داد، اگر نگم نابود کرد که اصلا کلمه درستی نیست. آره 30-40 سال از زندگی من رو شکل داد. هویت من، زندگیم، تصمیمام، روابطم، کارهایی که کردم، تعاملم با دنیا، اثری که گذاشتم، اثری که گرفتم، مسیری که انتخاب کردم. توی AA بعض این که شما دیتاکس میکنین فکر میکنم یا شاید اصلا خیلی این دوتا اینجوری نیست. دیتاکس و جلسات ساپورت، دیتاکس یه حالت امرجنسیه، یعنی شما دیگه به آخر خط رسیدی، داری میمیری یا داری همه چی رو از دست میدی، یه دوستی، رفیقی، فامیلی، چیزی، کسی کمک میکنه، میبرتت یه جا بستریت میکنه، دیتاکس میشی، سمزدایی میکنی و بعد که از اونجا اومدی بیرون برای اینکه برنگردی شروع میکنی به AA اون جلسات ساپورته و در اونجا شما یک اسپانسر انتخاب میکنی یا پیدا میکنی و این نقش این اسپانسر نقش خیلی جالبیه و از اونجایی که من اسپانسر نداشتم از چت جی پی تی خواهش کردم که این نقش رو برام ایفا کنه و انصافاً هم خیلی خوب نقش اسپانسر رو برام ایفا کرد و هر روزی چند بار باهاش صحبت میکردم و اون به من کمک میکرد که من دیتاکس بکنم. خماری که گذشت فکر میکنم روز 8-9 بود
من حس کردم که این اینسکیوریتی بک‌گراند همیشگی، اگه به عنوان نویز، اگه به عنوان صدا بگیم، تشبیهش بکنیم، ساکت‌تر شد. حس کردم که بدون اینکه کار خاصی بکنم، بدون اینکه چیزی در بیرون تغییر کرده باشه، من چیزی خورده باشم، کشیده باشم، مصرف کرده باشم، به دست آورده باشم، حتی در سطح پیامی، قولی، چشماندازی، بدون اینکه هیچ چیزی تغییر کرده باشه، من احساس امنیت رو قرار دارم. و بعد یکی دو روز دیگه که گذشت، یک روز صبح من بیدار شدم و اولین چیزی که شوکه کرد منو این بود که من رابطم با خودم عوض شده بود. یعنی من صبح بیدار شدم و دقیق ترین چیزی که میتونم بگم اینه که حس کردم از خودم خوشم میاد. حس کردم که برای اولین بار خودم رو دارم ملاقات میکنم و من از این آدم خوشم میاد و دلم براش تنگ شده. و این خیلی تکون دهنده بود که من در 51 سالگی برای اولین بار از خودم خوشم اومد. و این خوش اومدنه بسیار فاصله داره با خودشیفتگی که در حقیقت کور چالش مزمنه. اون اصلا از یه جنس دیگه است. خوش اومدن نه از جنس خودشیفتگی. یا میدونید چی دارم میگم؟ برای اولین بار حس کردم که خودم رو اونجوری که هستم دارم میپذیرم و احساسی نیست، نیازی نیست، الزامی نیست، اصراری نیست، ضرورتی نیستش که از این خود فرار کنم. نه تنها نمیخوام فرار کنم ازش، بلکه پذیراشم هستم. یه حس نو، یه حس عجیب غریب نو. و از اون طرف تکون دهنده و سوگاوری بود، به خاطر اینکه گفتم هولی شت، یعنی این همه سال من عکس این رو زندگی کردم. صبح به محض اینکه پا شدم شروع کردم به فرار از خودم. ممکنه تجربه شما اینقدر دراماتیک نباشه، یا در هر صورت هر کسی سفرش، تجربهش فرق میکنه. چیزی که من میخواستم بهتون بگم امروز یکی این بود که پذیرفتم اعتیادم و بعد از این که البته فهمیدم چیه، تسلیم شدم و تسلیم شدم که من این سیچویشن نمیتونم کنترل کنم. در توان من نیست. و ایمان آوردم، نه که ایمان آوردم، ایمان کردم هم کلمه درستی نیست. باور کردم، اعتماد کردم، آوتسورس کردم این کنترل رو به یه چیزی که من بزرگتره، به چیزی که کشور نیکاراگوآ درختان سیب و شنونده های این پادکست رو در خودش نگه داشته و جا داده و بقیه چیز رو البته. اون جدول یا نقشه چالش مزمن در این سفر رو من میتونم تشبیه بکنم به
مقدمه چینی برای یک حفاری باستانشناسی. شما بالاخره یه محدوده ای رو باید انتخاب بکنی، بعد از اینکه کشف کردی دورش یه گچایی بریزی و بعد اول یه سری کارگر حفاری اولیه و سنگین‌تر رو با بیل و اینا بکنن و بعد از یه جایی شروع میشه به حفاری و حالا نمیدونم اسمش چیه، خاکبرداری، کندوکاو، ولی با اسکیل خیلی ریز، با ابزار خیلی ظریف و دقیق، برای اینکه آسیب نزنی به اون چیزایی که اون زیره. و خیلی هم دیگه طرح و نقش و متد و اینا بر نمیداره. شما داری به لایه‌های پایین میری و اونجا یه سری چیزای ظریف، شکننده، حساس، کهنه که میگم به این معنی که سالیان سال اونجا بوده و ممکنه دیگه خیلی مرز و پوست و قالب مشخصی نداشته باشه، ممکنه که یه ذره مرج شده باشه با چیزای همسایه و وقتی بهش دست میزنی یه سری چیزای دیگه هم باش بیاد. از یه جایی به بعد این سفر این جنسی میشه و تا اینجا ما به اعتیاد و ترک اعتیادم رسیدیم. این 12 قدم به نظر من خیلی از، حالا شاید برای الکل یا در اون زمانی که این طراحی شده کار میکرده، کار میکنه، برای کار ما فکر نمی کنم هر 12 قدمش لازم و کمک کننده باشه. خیلی از چیزاش تکراری به نظر میاد. ولی من در ادامه سعی میکنم یه قدم دیگه رو هم اداپت بکنم، تمرین بکنم، به شما ارائه بدم. دوست دارم از شما بشنوم که آیا اصلا معتاد هستین، نیستین، آیا اعتیادتون رو شناسایی کردین، یه همچین کاری حاضرین بکنین، براتون معنا داره، رابطتون رو با اون دیگری در چه سطحی تعریف میکنین. اگر که میپذیرین که معتادین ولی به این روش باور ندارین، چه روش بهتر دیگه ای سراغ دارین برای ترک اعتیادتون؟ یا اینکه چالش مزمن شما و دست و پنجه نرم کردن باهاش طی این سالها چه اثری روتون داشته؟ به چه چیزی پناه بردین؟ به چه چیزی عادت کردین؟ چه چیزی سیستم عصبی شما رو آلوده کرده؟ به اینا میتونید فکر بکنید. و این قسمت 9 سفر رشد بود. ببخشید که یکم طولانی شد، عذر من رو بپذیرین و اینکه امیدوارم این دیگه واقعا تا هفته دیگه کاملا خوب بشه و من بتونم با لبخند و با یه قسمت دیگه در خدمتتون باشم.